دختر چادریش رو که صفحه اینستاگرام گذاشته، بیا عکساشو نگاه کن. فکر می‌کنه چادری ایرادی نداره. بابا اساس این کار مشکل داره برادر من. اساس این کار مشکل داره که تو فرهنگ تبرز تو چشم بودن رو داری نشون میدی. هیچ فرقی با اون لخته نداری، چون اون بیس رو پذیرفتی. با اداهای مختلف و غیرهای مختلف عکس بگیرن بذارن. یا بیام یک سری اداهای اونا رو در بیاریم. مثلا خانم چادری هم بلند شه مثلا عکسای خودشونو با چادر آنچنالی بگیرن بذارن تو شبکه‌های اجتماعی. تو چه فرقی داری با؟ تو هم داری تبرج میکنی. با خودتون نشون بدی که بیاد لایک بخوره اون زیر که چی بشه. اینا دختر چادریش رو که صفحه اینستاگرام گذاشته، بیا عکساشو نگاه کن. فکر می‌کنه چادری ایرادی نداره. بابا اساس این کار مشکل داره برادر من. اساس این کار مشکل داره که تو فرهنگ تبرز تو چشم بودن رو داری نشون میدی. هیچ فرقی با اون لخته نداری، چون اون بیس رو پذیرفتی. با اداهای مختلف و غیرهای مختلف عکس بگیرن بذارن. یا بیام یک سری اداهای اونا رو در بیاریم. مثلا خانم چادری هم بلند شه مثلا عکسای خودشونو با چادر آنچنالی بگیرن بذارن تو شبکه‌های اجتماعی. تو چه فرقی داری با؟ تو هم داری تبرج میکنی. با خودتون نشون بدی که بیاد لایک بخوره اون زیر که چی بشه.